سلام به همراهان کانال کوین سیتی. خب اومدیم برای ضبط سومین ویدیو و سومین روز از اخبار تحلیل بازار کریپتو. همونطور که میبینید در طول روز قطعی برق داریم، قطعی اینترنت هم داریم، مثل همین الان که کامل کانال هم بهم نشون نمیده، ولی خب ما همچنان میریم برای تحلیل تا بتونیم که یک اخبار و یک آموزشی رو برای شما ضبط کنیم تا بتونین با سرمایه های خودتون حداقل سود کمی رو هم که شده از این بازار کسب کنید. خب چون که روزانه داریم ویدیو میگیریم، روی تایم فریم 15 دقیقه‌ای میایم ببینیم که بررسی کنیم بازار چیکار کرده از دیروز که با شما بودم تا الان. میبینیم بیت کوین تلاش کرد که به عددهای بالاتری دست پیدا کنه، ولی این خط روند نزولی که شکل داده مانع اون شده، نتونسته خودشو بالای و اصطلاح فیکش کرده، برگشته. انتظار میرفت که بیت کوین با همین صعود به سمت 100,000 تا تارگت های بعدیش بره، ولی خب الان بازار خلاف اینو ثابت کرده و نسبت به روز قبل الان که دارم تحلیل میکنم یک کندل منفی دیگه هم زده و تقریبا 1% خوردی کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت در حالیه که بازارهای جهانی همچنان به دنبال تایید صندوق‌های قابل معامله ETF بیت کوین هستن که میتونه تاثیر بزرگی روی افزایش قیمت داشته باشه، اما بازار داره خلاف اون اثبات میکنه. خب قطعا نیاز داره که یه خورده زمان بگذره، پولها وارد بشه، بخت و اقبال و نظر مردم نسبت به بازار تغییر کنه، ولی همچنان در تایم فریم هفتگی بیت کوین صعودی و زدن چند کندل بی تکلیفی و قرمز شدن ها و برگشتن ها نمیتونه به ما بگه که آیا بیت کوین نزولی شده، آیا بولران نداریم، خداحافظ بازار ارز دیجیتال. نمیشه چنین چیزی رو گفت. میبینیم که در گذشته چنین افت و خیزهایی رو داشتیم، ولی در نهایت بیت کوین صعودی بوده. باید ببینیم که در این ناحیه بیت کوین میخواد چیکار کنه. آیا میاد خط حمایت خودش رو میشکنه یا مقاومت خودش رو، و از این باکس رنج آیا خارج میشه یا نه. پیشنهاد من اینه که چون در طول روز فقط یه ویدیو در کانال میذاریم و ممکنه فرصت ها رو از دست بدیم، مثل فرصت هایی که یهویی در دقایق و نیم ساعت و یک ساعت شکل میگیره، حتما تو کانال تلگرام ما عضو بشین. اونجا تحلیل و سیگنال رایگان میذاریم و میتونید در لحظه همراه با بازار یک تصمیم درست رو برای انتخاب پوزیشنتون داشته باشین. اما دگریار بازار اتریوم میبینیم با شکوندن این خط روند یه پولبک بهش زده، هنوز تصمیم نگرفته که پایین این خط بیاد یا به سمت بالا بره و من خودم منتظر این هستم که یک واکنشی در اینجا ببینم، با صعود یا نزول اتریوم همراه باشم. اما در ویدیو دیروز ارز آدا رو معرفی کردیم، گفتیم که مستعد رشده و میبینیم که با شکوندن این خط روند در تایم فریم 15 دقیقه‌ای یه سود 12% رو به ما داده. شما اگه بعد از شکوندن این خط همین جاها وارد پوزیشن میشدین و هنوزم اگر نفروختین، با حتی این اصلاح کوتاش یه چیزی هولوش 10% تو سود هستین. همونطور که میبینین ارز دیگری که میتونه شاه کلید بازار باشه، همونطور که اومده تاریخ سازی کرده، ارز ریپل XRP میبینیم که نزدیک به 2% سود داده. به نظر من بستن یک سقف و کف بالاتر نشون دهنده روند سودی این ارز خوش اقبال میتونه باشه. این به خاطر اینکه ترامپ اومده، خوشبینی‌ها بابت اینه که به زودی مشکلات قانونی ریپل حل میشه و افزایش تقاضا در این ارز رو شاهدیم. همونطور که میبینید شاخص ترس و طمع دیروز 35 بوده، امروز اومده روی 37. نشون میده که یه خورده مردم دارن تکلیف خودشون رو نسبت به بازار متوجه میشن و امیدوار یک سود و یک بولران هستن. گاوها دارن تلاش میکنن که بازار رو هول بدن به سمت بالا. خریدهایی داره زده میشه، باکس های رنج داره تقریبا بالاتر میاد، سقف های جدید، کف های جدید تو بقیه ارزهام دیده میشه. همونطور که ویدیو قبلی رو اگه دیده باشین، ما در مورد لینک هم همین رو گفتیم. شما اگر بالای همین خط روند یک تاییدیه رو میدیدین، از همینجا مگه یه اهرم 3 یا 5 میگرفتین، میتونستین یک سود منطقی رو از همین بازار داشته باشین. گرچه این پولبک زده دوباره به این خط و الان شده براش حمایت، بالا رفتن از اینجا میتونه نشونه صعود و حتی زدن تارگت های بالاتر باشه. مقاومت بعدی که برای لینک در نظر دارم عدد 22. لینک هم نشون داده که
با توجه به ریزش دوباره بیت کوین تحت تاثیر این هیجانات قرار نگرفته و خودش رو تونسته تقریبا اینجا تثبیت کنه. ولی خب رنجی که الان برای بیت کوین در نظر داریم بین 95000 تا 98000 تاست. مقاومت 98000 تا رو اگر بشکونه میتونه دوباره تارگت 100000 خودش رو تاچ کنه و امیدواریم که از اونجا هم یک حرکت صعودی رو داشته باشه. اما سولانا دگر ارزی که معرفی کرده بودیم که مستعد رشد بود، همراه با صعود بیت کوین یه صعود کوتاهی داشت، نزدیک به نقطه حمایتی 207 واکنش نشون داد، برگشت. اگر بخوام به صورت کامل بکشم، خطوط حمایتی مقاومتی به صورت یک محدوده باید باشن و ما این محدوده رو برای سولانا میتونیم مد نظر داشته باشیم که بعد از شکوندن این مقاومت میتونه به تارگت های بالاتر خودش یه عدد 219 هم برسه. فعلا دوباره تو همین باکس رنج داره معامله میشه. باید ببینیم که بعد از 1 2 و تقریبا سومین تاش خودش آیا مثل بقیه ارزها بالا خواهد رفت یا خیر. و اما حمایتی که میشه برای سولانا در نظر گرفت عدد 195 و مقاومت عدد 205 رو میتونیم براش در نظر بگیریم. شکوندن هر کدوم از اینها میتونه نشونه تغییر روند سولانا باشه. شرایط خوبی رو فعلا داره، در یک باکس مشخص رنج میزنه، طول موج کمتر شده، کندل ها کم جونتر شدن و این میتونه نشون دهنده تغییر روند باشه و میبینیم که کسانی که سولانا خریدن زیاد علاقه به فروختن اون ندارن. ارزی که جلب توجه خیلی زیادی گرفته، میبینیم که اقبالش بر خریدش بیشتره. ما هم اونو تو سبدمون داریم. یکی از کارهایی که پولگاتات میکنه که اتصال بین بلاکچین ها رو مهیا میکنه، مقیاس پذیری بالا داره با استفاده از فناوری پاراچین، مدیریت غیر متمرکز و بهبود امنیت. یکی از دلایلیه که پولگاتات میتونه رشد خیلی خوبی رو داشته باشه. با توجه به پذیرش فزاینده‌های این پروژه توسط توسعه دهندگان، احتمال رشد بیشتر در بلند مدت وجود داره. توی چارت هم بررسی کنیم، همین خط مقاومتی که براش در نظر داشتیم و تونسته بشکنه، یه پولبک بهش زده، دوباره ریزش میکرده که خریدارا دوباره اونو برگردوندن. همین خط رو ما دیروز کشیده بودیم عدد 4.9 و میبینیم که فعلا در همین قیمت ممکنه رنج بزنه یا از همینجا بره به سمت بالا. همونطور که میبینید در این ناحیه رنج حضور داشت، یک حمایت مهم و حمایت مهمتر داشت. امیدوار بودیم که این حمایت رو نشکنه، بره به سمت مقاومت و مقاومتش رو حالا شکونده. امیدواریم که بتونه از اینجا بره به سمت تارگت های بالاتر. و اما اگر برگردیم دوباره به سمت چارت بیت کوین، در 15 دقیقه میبینیم که همین الان هم کندل قرمزتر شده و ریزش خورده بیشتر شده. در 5 دقیقه اگه بخوایم بررسی کنیم میبینیم که یه رنج کوتاهی داشتیم، دوباره بازار دوست داره که یک اصلاحی رو انجام بده. در تایم فریم 4 ساعته ما یک حمایت خیلی خوبی رو در عدد 95 شدیم و امیدواریم که از این پایینتر نره و همینجا پس از گذروندن یک رنج کوتاه به سمت بالا بره. تارگت هایی که با توجه به الان بازار میتونیم برای بیت کوین داشته باشیم عدد 100,000 و 102,500 میتونه باشه و خود من هم اگر نشونه‌ای نسبت به واکنش عدد 95,000 تا ببینم حتما وارد پوزیشن لانگ خواهم شد، چون که تارگت زدن بیت کوین در این جای بازار میتونه کمی بدیهی باشه. خب برام جالب بودش که با شروع کانالمون همین الان برامون کامنت اومده. حتما بهتون یادآوری کنم که دوستان حتما با مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک وارد بازار بشین. اینطوری نیستش که اگه ما یک پولی داریم همه رو بیایم یک ارز بخریم به امید اینکه 1000%، 2000%، 10 برابر، 20 برابر بخواد بشه و ما یک شبه میلیاردر بشیم. بازار پر ریسکیه، نوسانات همونطور که میبینید خیلی بالاست. همون شبی که یهو ارزها ریختن من همینجا چیزی هولوش $2000 لیکوید شدم و اصلا برام قابل پیش بینی نبود که بازار تا اینجا بریزه. اومده بودم روی پیکسل پوزیشن داشتم. پیکسل میبینین که از این حمایت مهم خودش هم بیشتر ریخت و من سرمایه‌مو توی اون ارز از دست دادم. به خاطر همینه که میگم بدون داشتن دانش، با دیدن یک ویدیو من و دوستان وارد پوزیشن نشین. حتما بررسی کنین عوامل دیگه، اخبار
و مدیریت سرمایه کنین. اگه تازه وارد هستین قصد آموزش دیدن دارین، سعی کنین که یک پولی که اصلا بهش نیاز ندارین رو بیارین، یک بخشش مثلا 1/10 رو وارد پوزیشن کنین و کم کم سعی کنین که تجربه خودتون رو بالاتر ببرین. پس کانال ما رو سابسکرایب کنید، عضو کانال تلگرام ما بشین و سوالاتتون رو حتما تو قسمت کامنت ها از ما بپرسین، در موردش ویدیو خواهیم ساخت.